بسم الله الرحمن الرحیم. سعیده الخنسا هستم، مدرس ایرانی لبنانی و اومدم که جملات کاربردی عربی عراقی ویژه زیارت از مسجد حرم رو به شما آموزش بدم. خب بخش آموزش تاکسی هستیم و یا به صورت کلی وسایل نقلیه و میخوایم جملات کاربردی رو تو این بخش ببینیم. سوار شید، سوار شو. صعدوا، اصعد، اصعدي. پیاده شید، پیاده شو. نزلوا، انزل، انزلي. اما من پیاده میشم. عمي نازل. صعدوا، اصعد، اصعدي. نزلوا، انزل، انزلي. عمي نازل. خب بچه‌ها، سوار شدن قبلا داشتیم میشد ارکب، ولی یه فعل دیگه هم داریم به معنی بالا رفتن. یه جوری میتونیم بگیم صعده. خب از واژه صعود، شما صعود شنیدید مثلا برای قله و اینا میگن. خب پیاده شدن هم میتونیم از همون نزله استفاده کنیم که نزول رو قبلا داشتیم. وقتی داریم به یه جمعی میگیم صعدو. خب استعد برای یه نفر آقا میگیم، استعدی برای یه نفر خانم میگیم. انزلو برای یه جمعی میگیم، انزل برای یه نفر میگیم، انزلی برای یه خانوم میگیم. این انزل برای یه آقای فقط. خب وقتی میخوایم امر بکنم از اینا استفاده میکنم. این در واقع صرف فعل امره. اصعد، اصعد، اصعدی، اصعدو. خب دقت کنید، عمی یعنی عمو، معمولا راننده آقای دیگه. خب یه ذره سنش باید بالا باشه بهش بگی عمو. خب نازل یعنی دارم پیاده میشم. خب مثلا دیدی فارسی مثلا میگیم مؤمن. خب نازل یعنی من در حال پیاده شدن، یعنی عمو پیاده میشم یا پیاده هستم، یا همچین چیزی. ما تو فارسی اینجوری نداریم بگیم. خب این برای خانومه. نازله مثلا مؤمنه، خانم مؤمنه وجیهه. مثلا نازلین مثلا مؤمنین، یه و نونش جمع میشه. حالا اینجا میرسیم به قسمتی که خیلی کاربردیه. آقا کولر رو روشن کن، کولر رو کم کن، صدای ضبط رو کم کن، زیاد کن. میشه بخاری، کولر، صدای ضبط رو کم، زیاد کنی؟ ممكن تنصي، ممكن تعلي الصوبة، المكيف، صوت المسجل. میشه بخاری، کولر، صدای ضبط رو خاموش، روشن کنی؟ ممكن تطفي، ممكن تشغل الصوبة، المكيف، صوت المسجل. ممكن تنصي، ممكن تعلي الصوبة، المكيف، صوت المسجل. ممكن تطفي، تشغل الصوبة، المكيف، صوت المسجل. خب ما قبلا هم گفته بودیم که وقتی یه درخواستی میخوای بکنی اولش یه ممکن میادی که با ادب باشی. خب چون نمیشه که آقا کم کن، زیاد کن داشتی. خب ممکنه کم کنی، ممکنه زیاد کنی. قبلا چی گفتیم الغریب بگون ادیب. آدم غریبه مؤدبه. حتی اگر هم غریبه نباشیم رسم ایرانی هم اینه که فرهنگ ادب رو رعایت کنی. نصی یعنی کمش کنی. تعلی یعنی ببری بالا. از ریشه علی میاد، مثلا تعالی، بالا، یعنی زیاد کردن. طفی از ریشه اطفاء حریق میاد. اطفاء شما شنیدید؟ یعنی خاموش کنی. تشغل از ریشه شغل میاد، یعنی کار کنه. میشه روشن کنی. حالا دیگه چی رو روشن و خاموش کنه؟ رادیو رو، کولر رو، بخاری رو. خب صبح میشه بخاری. حالا این توی تابستونا کاربرد نداره ولی وقتی سرده کاربرد داره. مکیف خیلی کاربردیه. بستگی داره، مثلا ممکنه تو کشورهای مختلف یا شهرهای مختلف این کلمه فرق کنه ولی عربیش در اصل اینه. چطور مثلا کولر تو فارسی از انگلیسی اومده. خب مسجل از تسجیل میاد. خب شما تو فارسی مثلا سجل رو شنیدید، یعنی چی؟ یعنی مثلا میگن شناسنامه، چیزی که توش ثبت شده. خب یا ضبط شده اسمت. ضبط در واقع. کی را میافتید؟ شو وقت تطلع؟ شو وقت تمشي؟ همه سوار شدند؟
الكل صعد. شوكت تطلع، شوكت تمشي، الكل صعد. خب وقتی میخوایم راه بیفتیم مثلا میگیم آقا کی راه میفتی؟ این تو فارسی هم هستش، مثلا ثبت میکنن ماشین پرشه دیگه. خب آقا کی راه میفتی؟ کلا راه افتادن، یا مثلا میتونی با مشی بگی، یعنی پیاده رفتن انگار. خب که صورت کلی میشه راه رفتن دیگه. حالا هم قبلا گفتیم، یعنی مثلا میزنیم میریم بالا. خب میخوایم بریم سوار ماشین بشیم میزنیم میریم بالا دیگه. مثلا میگیم بیا بالا. دیدی؟ اینو تو فارسی هم هست. شوکت یعنی کی؟ آسونه دیگه، قبلا داشتیم اینا رو. شوکت تطلع یعنی کی راه میفتی؟ خب شوگت همون چی بوده؟ شوگت یا شوگت میتونی این هم مثلا بگیری تو صورت بالا که این ببین این وقت بوده. خب که تو عربی و میگی. این میشه کی. من میخوام کلمات پرسشی رو یه بار با هم دیگه مرور کنیم. اشلون همون اشلون در واقع انگار چه رنگیه. خدا میگیم مثلا چطوریه. خب میشه چطور. اشکم که گفتیم اینو نگید شکم میشه چی؟ میشه چند تا. اشکت میشه چقدر. همه رو اینجا داشته باشید، هم یه اسکرین شات بگیر، همه رو داشته باشید. خب دیگه واژگان پرسشی چی داشتیم؟ when همون عین است یعنی کجا. من یعنی از کجا. بش یعنی به چند، یا مثلا نفری چند، یه چی چند. اینم اسکرین شات بگیرید. با تشکر از توجه شما. یادت باشه که همین الان بیای تمرین مخصوص این درس رو دریافت کنی.